ازبکستان ادعای سازمان تروریستی داعش در مورد گویا حمله موشکیش از قلمرو افغانستان به سوی ترمز ازبکستان را رد کرد. پایگاه اسرائیل که فعالیت گروه‌های تندرو را پیگیری می‌کند اطلاع داد که شاخه خراسان داعش روز 18 اپریل ادعا کرده است که گویا به سمت یک پایگاه نظامی ازبکستان در شهر نزد مرزی ترمز ده موشک پرتافت. در اینترنت ویدیویی هم نشر شد که گفته می شود در آن لحظه پرتاب موشک‌ها به سمت ازبکستان ثبت شده است. ولی سخنگوی پرزیدنت ازبکستان شهرزاد اسدوف شب 18 اپریل خبرها را درباره از خاک افغانستان موشکباران شدن مرزبانان ازبک در حدود شهر ترمز مطلقا بی اساس خواند. او در تلگرام نوشت بنا به اطلاع وزارت دفاع و خدمات مرزبانی ازبکستان در مرز کشور با افغانستان عملیات جنگی صورت نگرفته است و وضع آرام می باشد. سخنگوی پرزیدنت ازبکستان از همه خواست که به اغواها داده نشوند. در همین حال سامانه سنگر تیجی بود که با یک کارمند پلیس طالبان در ولسوالی شورتپه ولایت بلخ افغانستان که تحقیق این حادثه را بر دوش دارد خبر داد که این نخستین حمله داعش به ازبکستان به احتمال غالب از یک منزل در روستای توقای که اهالیش همگی ترکمنند انجام شده است. گفته است این کارمند پلیس طالبان. او افزودش جوان ازبک یک دستگاه موشک‌انداز ساخته در روی اولی میگذارد و یک تلفن را برای ثبت در تریزه بسته صبح بر وقت 18 اپریل از خانه میبراید و غیب میزند. ظاهرا این فرد وقتی مزار شریف یا پول خمری میرسد دستگاه را فعال میسازد و راکت ها شلیک میشوند. گفته است کارمند پلیس طالبان بعد از خروج نیروهای ائتلاف تحت رهبری امریکا از افغانستان حمله های جنگجویان داعش در این کشور جنگ زده افزایش یافته. امریکا ماه فوریه سال 2022 برای معلومات درباره رهبر داعش در افغانستان ثناءالله غفاری یا شعبال المهاجر 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. دپارتمنت دولتی ایالات متحده گفت غفاری در ماه ایون سال 2020 رهبر داعش تعیین شده مسئولیت تصدیق عملیات جنگجویان این گروه را در سراسر افغانستان و همچنین مسئولیت مبلغ گذاری این حمله ها را بر دوش دارد.